رد عمل جراحی بعد از عمل بینی باقی میمونه؟ به عنوان یه اصل کلی در صورت ما قانونی داریم در محل‌هایی که محدب هستن مثل پیشونی یا گونه ها، هر برشی یا خراشیدگی یا هر عاملی که باعث بریدگی بشه رد و جوشکاش احتمال ماندگاریش بیشتره و در مناطقی که مقعر هستن برش ها یا بریدگی ها در اون منطقه بهتر بهبود می‌یابه. خوشبختانه در بینی چون هم کلومیلا و هم گوشه‌های پرها در مناطق مقعر قرار دارن و تکنیک جراحی هم برای این استواری که این برش‌ها در این مناطق اتفاق بیفتن، بنابراین کمتر اتفاق میفته که جای برش جراحی بعد از عمل بینی ماندگار و چشمگیر بشه. ولی اون چیزی که تعیین کننده است برای باقی ماندن جای برش بینی، مهارت جراح در رسوندن لبه‌های زخم به همدیگه با حداقل فشار ممکن است. این عامل بسیار مهم و تعیین کننده برای به حداقل رسوندن این ماندگاری خواهد بود.